فرانسه نخستین کتاب اشعار شاعر 18 ساله زوده تاجیکستان نیکفر با نام پاره اسکو به زبان فرانسوی به چاپ رسید. در این باره در فیسبوک پدر نیکفر، شاعر و روزنامه‌نگار شناخته تاجیک مقیم اروپا ظفر صوفی خبر داد. ظفر صوفی نوشت از همزبانان ایرانی ما نفرانی بودند که به فرانسوی شعر گفتند، ولی نیکفر اولین تاجیک از ورارود است که به فرانسوی یعنی به زبان بودلر، اپولینر، لویی ارگان شعر می نویسد و الکی در سن 18 نخستین دفتر شعرهایش به این زبان زیبا به چاپ رسیده است. برگردانی عنوان کتاب از فرانسوی به فارسی شاید پاره اسکو، بریده اسکو یا جدا افتاده اسکو می شود. مطمئنم دوستان درک کردند که موضوع نوشته های نیکفر در این کتاب بیانگر چیست، یعنی از خاطرات، برداشت ها، پزمانی های نوجوان است که به اجبار از مکان دوست داشتهاش از دیار دامنه کوههای سر به فلک جدا افتاده. تنها تقصیری که او دارد فرزند شخصی است که نتوانست خرس را خضر بخواند و قاتل و دزد را مدح بکند، همراه توتی های چاپلوس باشد و حتی در برابر رسما دشمن اعلان شدن هم تلاش کرده حرف دروغ نگوید. نوشته است ظفر صوفی. ظفر صوفی مؤسس خبرگزاری هفته‌نامه و سامانه خبری آزادگان بعد قطع فعالیت رسانه‌هایش در تاجیکستان به اروپا پناه آورد. ظفر صوفی قطع فعالیت رسانه‌های تأسیس داده‌اش را به فشار مقامات امنیتی بستگی داده بود، ولی مقامات توسط ترولهایش از فرم جواب ادعا کردند که مشکلات مالیوی از جمله از چاپخانه انیس 58,000 سومانی قرضدار شدن اداره رسانه سبب از فعالیت ماندن آزادگان شده است.